سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 14 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ستاره سریال های روسی جوان تاجیک را عیبدار کرد که برایش آب جوش پاشیده است، ولی طبیبان در بدن والری نیکولایف یگان زخم نیافتند. مصادره 3 میلیون روبل از یک شهروند تاجیکستان در فرودگاه دمدیدوه. بازداشت یک منصبدار بلندپایه نویه دیوشتیچ هنگام گرفتن پاره. در یک سال در تاجیکستان 548 مرد از آنها را آزار دادن زنهایشان شکایت کردند. چند ترمه پی هم راهها را در اشکاشم و شغنان و کنار خاروغ را بست. ساکن نورک رستم سفروف در روسیه گم شده است. برای یافتنش کمک کنید. حبس دو بدمست در پی جنجال در نزد بازارچه ژلمسیو و اکنون تفصیلات خبرها. هنرپیشه شناخته روس والری نیکولایف جوان 27 ساله تاجیک شهریار بیکوف را عیبدار کرد که گویا برای این ستاره سریال در وقتش مشهور زادروز بورژوی آب جوش ریخته است، ولی معلوم شد که این اتهام میوه تخیل این هنرمند بوده است. تلگرام کانال 112 که صبح 14 فوریه درباره مناقشه والری نیکولایف با جوان تاجیک در بازداشتگاه خبر داده بود، بعداً علاوه خبر داد که هنرپیشه را در بیمارستان بیماری‌های روحی بستری کردند و در این بیمارستان طبیبان تشخیص کردند که مغز هنرپیشه مریض بوده. او گرفتار اختلال دو قطبی شده است. او در بازداشتگاه رفتار نامتناسب نشان میداد. نیکولایف از جمله ادعا داشت که یک هم‌اجره‌اش برای وی آب جوش پاشیده است، ولی طبیبان در بدن هنرپیشه یگان آثار زخم پیدا نکردند. تلگرام کانال 112 قبلا خبر داده بود که والری نیکولایف به دلیل بدون حجت رانندگی و در حالت مستی راندن ماشین به حبس مأموری گرفته شده بود. شام 11 فوریه بعد خوراک شام در بازداشتگاه او گویا با شهریار بیکوف نام جوان 27 ساله از تاجیکستان مناقشه کرده است و بیکوف گویا نیم لیتر آب جوش آمده را برای نیکولایف ریخته است. نیکولایف بعد این مناقشه گویا به پلیس شکایت نوشت و در آن گفته است که هرچند تلاش کرد تا با دستانش رویش را محافظت کند، ولی آسیب جدی برداشت و 40% بدنش در قسمت روی دستان و سر سینه‌اش سوخته است. بعدا رسانه‌های دیگر خبر دادند که والری نیکولایف همچون تاوان از جوان تاجیک 20 میلیون روبل معادل 260,000 دلار آمریکایی طلب دارد. 10 میلیون روبل برای عوض کردن پوست رویش و 10 میلیون دیگر همچون تاوان معنوی. ولی این اتهامات دروغ برآمد. عجیب آن است که مطبوعات روسیه قریب همه خبری برای هنرپیشه روس آب جوش آمده و ریختن جوان تاجیک را نشر کردند، ولی خبری در بدنش پیدا نکردن یگان از سوختار را گویا ندیدند. هنوز معلوم نیست که شهریار بیکوف با چه اتهامی در بازداشت قرار دارد. والری نیکولایف 23 آگوست سال 1965 به دنیا آمده. نقش از همه مشهورش نقش بورژوی در سریال زادروز بورژوی است که هنوز در پایان سالهای 90 و ابتدای سالهای 2000 آفریده بود. سالهای آخر نیکولایف شهرت قبلیش را به تدریج از دست داد و به این دلیل دچار روافزودگی شده تا رفت بیشتر رو به مشروبات می آورد. او قبلا در سال 2016 به اون عیبدار شده بود که در حالت مستی به کارمند گبدده حمله کرد. اون وقت هنرپیشه را از حق رانندگی محروم کرده بودند. اگنسی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 14 فوریه خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده جنایتی مصطفی قلوف تیمور معاون رئیس کمیته اداره زمین نویه دیوشتیچ را انجام داده در پی تصدیق فکر عیبداری به دادگاه سپرده است. تیمور مصطفی قلوف به گرفتن 23,000 سامانی پاره در عوض جدا کردن یک قطعه زمین عیبدار می شود، ولی پرونده او را بر اساس بند ای قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون قلوبی بندوبست کردند. مرکز مطبوعات اگنسی مبارزه با کروپسیون در شرح این پرونده گفت شهروند به اگنسی با عریضه مراجعت کرد که نسبت معاون رئیس کمیته اداره زمین نویه دیوشتیچ مصطفی قلوف تیمور مصطفی قلوویچ چاره‌های قانونی اندیشیده شود، چون که نامبرده از او برای به نام برادرش جدا کرده دادن قطعه زمین نزد حولگی مبلغ 3,000 سامانی طلب کرده گرفته است. نامبرده با مبلغ قبلا گرفته شده قانع نگشته از شهروند برای جدا کرده دادن قطعه زمین برای ساختمان مبلغ 20,000 سامانی دیگر طلب کرد. از این مبلغ 13,000 سامانیش را پیشکی گرفته، باقی مانده 7,000 سامانی را طلب نموده است.
ضمن از جانب کارمندان اگنتی گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی بعد از شهروند گرفتن مبلغ 7000 سامانی آخرین دستگیر کرده شد. مبلغ مذکور از او یافت و گرفته شد. اگنتی دلیل همچون قلابی بند و بست کردن پرونده صرف پورخوری یک منصبدار بلندپایه را شرح نداده است. در تاجیکستان در سالهای آخر موردهای به ماده جزایش سبکتر قلابی تاب دادن پرونده های منصبداران پورخور زیاد شده است. در نتیجه اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص می شوند. طبق قانون اساسی تاجیکستان زمین در این کشور مالکیت استثنایی دولت به شمار می رود و فروش آن قطعا منع است، ولی با این وجود فروش قطعه‌های زمین برای ساختمان منزل‌های استقامتی و یا برای فعالیت‌های تجارتی یکی از عرصه‌های از همه فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. چند پیش رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی تاجیکستان عارف خواجه‌زاده نیز اعتراف کرد که زمین امروز موضوع بحث رقم یک شده است. تقریبا هر ماه مقامات این کشور درباره بازداشت چندین منصبدار با اتهام زمین فروشی خبر میدهند. بلندپایه‌ترین منصبداری که با چنین جرم محکوم به زندان شد شهردار سابق کولوب بهرام عنایت زاده بود که ماه ایون سال 2020 دستگیر گردید و ماه نوامبر همان سال به 12 سال زندان محکوم شد. گمرک فرودگاه دمدیده و روز 14 فوریه خبر داد که کارمندان گمرک از این فرودگاه مسکو از یک شهروند تاجیکستان بیش از 3 میلیون روبل پیدا کردند. مسافری که با پرواز مسکو استانبول سفر میکرد در فرودگاه دمدیده و از طریق راهرو سبز گذشته بود. هنگام پرسش او گفت که با خود حدود 2 میلیون روبل پول نقد دارد، ولی هنگام تفتیش گمرکی شهروند تاجیکستان 12 میلیون روبل و 3500 دلار آمریکایی نشان داد. مبلغ عمومی پول‌هایی که غیر قانونی برده میشد طبق قرب رسمی بانک مرکزی روسیه 33084 دلار یا حدود 12.5 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد. گفته می شود در اطلاعیه گمرکی دمدیدوه در رابطه با این قضیه طبق کودکس جنایی و مرافعوی روسیه سنجش ادامه دارد. از اول ماه فوریه این علاقه دومین حالت در فرودگاه روسیه با پول کلان به دست افتادن شهروندان تاجیکستان است. ماریا زکیرova سخنگوی گمرک تیومن روز 3 فوریه خبر داده بود که کارمندان گمرک در فرودگاه روشن شهر تیومن در بغاج دستی یک مسافر پرواز تیومن خوجند قریب 1.5 میلیون روبل پیدا کردند. زکیرova گفت این مسافر با چنین مبلغ بزرگ بدون اعلامیه گمرکی میخواست از راهرو سبز گذرد. در پی بازداشت شهروند تاجیکستان با بیش از 3 میلیون روبل گمرک دمدیدوه بار دیگر خاطررسان کرد که بر اساس مقررات قبول شده در کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هنگام پرواز به خارج مسافران باید پولهای نقد ارزششان بیش از 10,000 دلار آمریکایی را حتما اعلامیه کنند. در صورت از 10,000 دلار بیشتر بودن پولهایی که به خارج برآورده می شوند مسافران باید همراه با اعلامیه گمرکی سند درباره منبع پیدایش این پولها از جمله سند بانکی را نیز نشان دهند. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. سال 2021 در تاجیکستان 548 دلیل ظاهر شدن خشونت زنان نسبت به مردان به قید گرفته شده است. رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان هلالبی قربانزاده روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی این کمیته گفت طبق معلومات وزارت کارهای داخله سال گذشته به صورت عموم 3485 دلیل خشونت در عائله ها ثبت شده است که 176 دلیل کمتر در مقایسه با همین دوره سال 2020 می باشد. از شماره عمومی عرض و شکایت ها 548 دلیل با مراجعتنامه مردان در مورد ظاهر شدن خشونت به آنها از جانب همسرانشان داخل دارد. تاکید داشت رئیس کمیته. در همین حال به گفته او با نظر داشت عرض و شکایت های شفاهی که به مراتب از عریضه های خطی به وزارت کارهای داخله زیادترند در مقایسه به سال 2020 سال گذشته حالتهای خشونت در عائله افزوده است. هلالبی قربانزاده ذکر کرد که برای حل این مشکلات مهم تدبیرها عملی می شوند از قبیل گذرانیدن صحبت‌ها با اهل عائله و همسایه‌های آنها تا که مشکلات همه‌جانبه آموخته شده از همپاشی عائله ها پیشگیری کرده شود. در نشست خبری کمیته زنان همچنین مدیر شعبه اطلاعاتی این اداره سبوات رستم خبر داد که
سال گذشته در تاجیکستان 548 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت شده است که این نظر به یک سال قبل 47 مورد کمتر است. در 246 مورد زنان و دختران از جمله 52 دختر نوبالغ به جان خود قصد کردند. سال 2020 در تاجیکستان 272 حالت قصد خودکشی زنان و دختران ثبت شده بود. 53 نفر آنها دختران نوبالغ بودند. طبق معلومات ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 13 فوریه ساعت 16:30 در کیلومتر 31-32 راه اتومبیلگرد خاروق اشکاشم در موضع برجیر جماعت دیهات زمیروف نویه اشکاشم و کیلومترهای 51-52 موضع جماعت دیهات قازده نویه اشکاشم ترمه آمده راه نقلیات را پره بست. برای تازه نمودن راه از طرف اداره نگهبان راههای نویه اشکاشم یک بولدوزر سفربر گردید. تخمینا ساعت‌های 21:34 راه بسته در کیلومترهای 51-52 جماعت دیهات قازده نویه اشکاشم به پرگی بوش شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 14 فوریه در یک اطلاعیه گفت کارهای برطرف سازی پیامدهای ترمه در کیلومتر 31-32 موضع بجور جماعت دیهات زمیروف نویه اشکاشم ادامه داشته عین حال راه بسته می باشد. همچنین باز هم روز 13 فوریه سال 2022 ساعت 16:55 در کیلومتر 8 راه دارای اهمیت محلی خاروق اشکاشم در موضع نوادک شهر خاروق در کیلومتر 18-24 دیهه پیش جماعت دیهات شعبازوف و تخمینا ساعت‌های 18:00 در کیلومترهای 30 راه در دهه نشوست به جماعت دیهات شعبازوف ترمه آمده راه را موقتا بست. برای برطرف نمودن حالت‌های به عمل آمده از جانب اداره نگهبان راههای نویه شغنان یک تکنیک مهندسی بارکنک فرانتالی سفر برگردید. ساعت 18:32 در کیلومتر 8 ساعت 20:40 در کیلومترهای 18-24 و ساعت 22:40 در کیلومتر 30 راه باز شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت اول رو اوهای نقلیات به دو سمت برام مانده شده و مانع نیست. کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است که هنگام سفر به راههای کوهستانی احتیاط کنند. گفته می شود بعد بارشات روزهای آخر گرمشوی هوا باعث شده است که خوف لغزش ترمه و ریزش سنگ بیشتر شود. لیزا الرت بزرگترین پایگاه جستجوی آدمان گم کرده در روسیه به جستجوی ساکن 57 ساله شهر نورک تاجیکستان سفرov رستم میلیکوویچ سال تولدش 1964 شروع کرده است. در اعلان نشر کرده این حرکت گفته می شود که رستم سفرov در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشت و در مجمع بوستانسرای‌ها یا داچه های رامینسکی دالی در حوزه شهر رامینسکی ولایت مسکو زندگی میکرد. رستم سفرov از 7 ینور سال 2022 به این طرف بی‌درک شده است و درباره کجا بودنش یگان معلومات نیست. در گروه تاجیکی و مسکو و روسیه در فیسبوک با استثنات به یک جیان رستم سفرov برخی جزئیات دیگر گم شدن این مهاجر تاجیک را نشر کردند. به گفته جیانش رستم سفرov در داچه رقم 314 در دهه ارگونوو نویه رامینسکی زندگی میکرد. 7 ینور سال 2022 او بار آخر با همسر و نبیره‌هایش ساعت 21:35 با تلفن صحبت کرد و گفت به نزدش دوستانش از پنجکت آمدند و آنها ششلیک پخته ایستادند. او به همسرش وعده داد که خانه در آمده به کارتش پول میگذراند. همسرش بعداً چند بار زنگ زد ولی تلفن رستم سفرov دیگر کار نمیکرد. به گفته همسایه‌ها آن شب مهمانان زن و زنی کردند. از بس که آنها به تاجیکی صحبت میکردند همسایه‌ها گفتند نتوانستند که سبب جنجالشون چه بود. بعد این عمکم گم شد. نقل کردهش جیان رستم سفرov. اگر شما درباره کجا بودن رستم سفرov معلوماتی دارید و یا بعد 7 ینور او را در یگان جا دیده باشید خواهش میکنیم با تلفن های حرکت لیزا الرت 8-800-754-52 و یا به تلفن 112 تماس بگیرید. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. متاسفانه بعضی نفران مشروبات سپیرتی را از می و زیاد استعمال نموده در بازار و دیگر مکانهای جمعیتی با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را ویران نموده باعث آزار شهروندان میگردند. کارمندان مقامات میلیسای پایتخت هفته جاری یک چند دلیل در حالت مستی ویران نمودن ترتیبات جمعیتی را آشکار و نسبت نامبردگان چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شدند.
از جمله شهروند بابایف اوشم حکیموویچ سال تولدش 1984 استقامت کننده شهر دوشنبه در حالت مستی در نزد بازارچه ژلمسی واقع در کوچه صدرالدین عینی نوع شومنصور شهروندان و اطرافیان را دشنام و اقارت‌های قبه نموده ترتیبات و آرامی را دغلانه ویران کردند. نسبت به آنها با ماده‌های 460 مایده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده از جانب سود نسبتشان جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. اینچنین شهروند بردیف خورشید بابا مرادوویچ سال تولدش 1978 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اکرامی نیز از جانب کارمندان میلیسیا برای تحقیر و دشنام شهروندان بازداشت گردید. نامبرده نیز در حالت مستی در بازارچه ژلمسی واقع در کوچه صدرالدین عینی نوع شومنصور ترتیبات جمعیتی را ویران نموده است. نسبت نامبرده نیز پروتکل ماموری ترتیب داده شده از جانب سود جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. مناقشه و جنایت‌های وزنی در محیط عائله در بیشتر موارد از نافهمی‌های خرد و ناچیز آغاز یافته عاقبت به حادثه‌های گوش ناشنید می انجامند. واقعاً جامعه آباد و پیشرفته از سالمی عائله‌ها وابستگی کلان دارد. کارمندان مقامات میلیسیا جهت بلند برداشتن معرفتناکی شهروندان و درست برای ماندن مناسبت‌های عائلوی به طور همیشگی کارهای فهماندگی و صحبت و ملاقات‌های سودمند دایر می‌نمایند. از جمله در نتیجه پیشبرد چنین کارهای پروفیلاکتیکی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که شهروند اکراموف اسدالله سال تولدش 1991 استقامت کننده شهر دوشنبه مناسبت‌های دغلانه و نااستوار را برا مانده با عمل و رفتار ناخوشایند خود باعث آزار اعضای عائله گردیده است. نامبرده نسبت دیگر اعضای عائله خود دشنام و حقارت و الفاظ قبیح را استفاده نموده باعث آزار و اذیت آنها گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبرده طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده نسبتش از جانب سود جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. مقامات میلیسیای پایتخت دوام 3 سال اخیر با مقصد پیشگیری صادرشوی جنایت با استفاده از سلاح سرد عملیات شرطی کرد را راه اندازی نموده ایستاده است. این است که طبق معلومات‌های آماری صادرشوی جنایت با استفاده از سلاح سرد میان نابالغان و جوانان کاهش یافته است. در نتیجه برگزاری عملیات کرد در مرحله نوبتی از جانب کارمندان میلیسیا شهروند آدینه فبیب‌الله سال تولدش 2001 استقامت کننده شهر دوشنبه دانشجوی کورس سوم دانشگاه اگراری تاجیکستان دستگیر و از او 1 عدد کارت دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبرده پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده از جانب سود جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نوع فردوسی مرد 40 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده دوم فوریه سال 2022 تخمین ساعت 22:20 برای کشودن در از ترمینال مبلغ گذاری 5524 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. باید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.